شیر رفت به روباه گفت واسم غذا بیار وگرنه خودتو میخورم. روباه رفت به الاغ گفت حاجی شیر میخواد تو رو پادشاه کنه، با من بیا تا با هم بریم پیشش. رفتم پیش شیر حمله کرد و گوشای الاغ از جا کند، اما الاغ تونست فرار کنه. الاغ لعنت و نفرینش کرد و فریاد زد تو روباه عوضی منو فریب دادی. روباه گفت نه بابا احمق نباش خره، فقط گوشادو برداشت تا بتونه تاج رو سرت بذاره، چرا تو اینقدر بدبینی؟ الاغ دوباره برگشت. رفتم پیش شیر دوباره حمله کرد و این بار دم خرو کند. روباه گفت بابا تو چرا اینقدر خری؟ دم تو کند که راحت بشینی رو تخت پادشاهی، تو چرا اینقدر بد فکری بابا؟ بیا بریم دوباره پیشش، بیا بریم. الاغ دوباره به حرفای روباه اعتماد کرد و با خوشبینی و امید رفت پیش شیر، اما این بار شیر الاغو خورد. روباه واسه شیر شش و کبد و قلب الاغو در آورد، اما مغزشو در نیاورد. شیر پرسید پا مغزش کو؟ مغزشو بیار بخوریم پس. روباه گفت والا سلطان اگه مغز داشت بعد اینکه گوشا و دمشو از دست داده بود دوباره که بر نمیگشت.